امروزی گفتمان همدلی مهمان عزیز ما جناب میا گل وثیق رئیس روند همدلی افغانستان را با خود داریم. جناب وثیق صاحب، در برنامه امروزی حضورتان خیر مقدم میگویم و خوش آمدین. ممنون شما زنده باشید. قسمی که همه در جریان هستیم تنش ها و نگرانی ها بین دو کشور همسایه که افغانستان و پاکستان باشند و در رابطه با بسته کردن گذرگاه های تجارتی، رفت آمد مردم عام و تحریم های اقتصادی بین دو کشور فعلا موضوع داغ ولی بسیار نگران کننده شده. طبیعی است که مناسبات تجارتی افغانستان و پاکستان یکی از مهمترین ابعاد میان این دو کشور همسایه است، زیرا هر دو کشورها از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ فرهنگی و اقتصادی با هم وابستگی های فراوان دارند. جناب وثیق صاحب، در روشنی نمی مطلب و در روشنی نمی حالت که فعلا هست، به عنوان نخستین پرسش از ما میخوایم ایره مطرح کنیم که چرا پاکستان از این فرمول ناکامه که قبلا هم تجربه کردن با بسته کردن گذرگاه های